يا رسول الله وقدوتنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال دهم چنین بود: پیامبر صلی الله علیه و سلم را تا 4 سالگیش کی تربیت کرد؟ بعد از سویبه، کسی که سرپرستی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عهده گرفت، حلیمه دختر ابو زویب بود. در آن زمان رسم و عادت عرب ها این بود که فرزندانشان را به خاطری که قوی و نیرومند گردند از هوای آزاد و صاف استفاده نمایند و ذهنشان برای یادگیری مطالب آماده گردد، همچنین به این خاطر که زبان فصیح عربی را یاد گیرند به زنهای بادیه نشین می سپاریدند که تا آنها را تربیت کنند. زنان بادیه نشین نیز به خاطر دریافت مزد به شهر می آمدند تا سرپرستی کودک را به عهده گیرند و از این راه زندگانی خود را پیش برند. وقتی که بابای پیامبرمان عبدالمطلب همراهی آمینه طفل خود را به این زنها پیشنهاد کردند، همه آنها رد کردند به سبب اینکه پدرش از دنیا گذشتگی است، ممکن که مزدی کم گیرند. در آخر چون حلیمه دیگر کودک نیافت، پیامبر صلی الله علیه و سلم را به خود گرفت و آنها به قبیله خود بازگشتند. حلیمه میگوید: بعد از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را پذیرفتم، پیستانهای شتر که داشتم پر از شیر شد، در حالی که قبل از آن این شتر لاغر بود و تحمل راه رفتن هم نداشت. همچنین پیستانهای خودم پر از شیر گشتند تا آنجایی که هم پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم فرزندانم سیر می شدند. اما قبل از آن پیستانهای من شیر نداشتند که بتوانند فقط فرزندانم را از گرسنگی نجات دهند. این همه از برکات حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که پیامبرمان صلی الله علیه و سلم به سن 2 سالگی رسیدند، چون مهلت شیرخوارگی تمام شد، حلیمه آن کس را به نزد مادرشان آورده و از مادرشان درخواست کرد تا مدت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در نزد او گذارند. و چون در مکه در آن وقت بیماری بود، مادر پیامبرمان راضی شدند و حلیمه بازگشت با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به قبیله خود. چون بعد از آنی که حلیمه پیامبر را به تربیت خود گرفت، برکت و رحمت خداوند را در حیات خود دید و به همین سبب نمیخواست که پیامبر را به مادرش بازگرداند. همین طور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا 4 سالگی در تربیت حلیمه بودند. بعد از آنی که جبرئیل علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و سلم را صدرش را چاک کرده، از آنجا دل پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفته در ظرف طلایی شوشت، یعنی از وسوسات شیطان دل پیامبر را پاک کرد، حلیمه پیامبر صلی الله علیه و سلم را به مادرش بازگرداند. برادر و خواهران عزیزم، این بود معلومات کوتاه درباره حلیمه که سرپرستی و تربیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را به دوش گرفته بود. ان شاء الله در آینده سوال ها می شوند، با ما باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ظهر الحق وبانا برسول الله.